با اقدام رهبری ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوغ در صحن بینای ماموری ریاست با اشتراک هیئت شخصی محفل نوروزی برگزار گشت. هدف از برگزاری چهاربینی گرامی داشت از عید نیوگان نوروز است که تجلیل آن میان مردم تاجیک و تاجیکستانیان مقام خاصه دارد. قابل قید است که در تاریخ فرهنگ تاجیک و فارس هیچ یک عید و جشنواره چون جشن خجسته‌پای و فرخنده نوروز عزیز و ارجمند و کهن‌تر نیست. تاریخی بیش از 5000 ساله این عید نیوگان دلیل گفته است. در نوروزگاه ریاست هیئت شخصی با روحیه عیدانه سرجم گردیده عنعنه و رسم و آیین تاریخی نوروز را با شرایط امروزه تاجیکستان صاحب استقلال پیوندسازی نمودند. نخست سردار ریاست عبدالله نوجوانوف اشتراکچیان چهاربینی نوروزی را تهنیت گفته عید تاریخ پیدایش، موقع و منزلت و خصوصیت‌های خاص عید جهانی نیوگان نوروز سخن کرد. گفته شد که طوری از نام آن برمی‌آید نوروز روزی نو معنی داشته در اول سال نو خورشیدی به استقبال سال نو برپا می‌شود. نوروز جشن فرارسی بهار نازنین، زنده‌شوی طبیعت، آغاز کارهای کشاورزی و باغداری، ایام برابرشوی شب و روز در بهار میباشد. موافق قرار سازمان ملل متحد همساله عید نوروز را در تمام دولت‌های در هیئت سازمان ملل متحد بوده جشن می‌گیرند. نوروز از بزرگترین جشن‌های مردمان ایرانی تبار از جمله تاجیکان به شمار می‌رود که به فرهنگ قوم و ملت‌های دیگری آسیای مرکزی نیز با همین نام گذشته است. گوشه تاریخی، طعام و خوریش و عنصرهای فرهنگی خاص نوروز فراهم کرده شده حامیان نظم و ترتیبات شادی نوروزی کردند. در نوروزگاه ریاست بعضی از رسم و آیین نوروزی از جمله برنامه تئاتری کنونده شده که از تاریخ پیدایش نوروز معلومات میداد و با اشتراک نورسان مراسم گلگردانی بوی چچک نمایش داده شده به اشتراکچیان چهاربینی پیغام نوروزی آوردند. چون این روزی خوش که اتحاد را تلقین مینمود خاص نوروز بوده بعدی هزار سالها نیز نوروز جشن متحدی و خجسته بودن خود را ثابت مینماید. توجه نمودن به جشن و مراسم‌های نوروزی از جانب میلیسیای سوغد به خاطر آن است که در برابر مردم کسب و کاری گوناگون کارمندان مقامات کارهای داخلی نیز رسم و آیین‌ها و یادگاری‌های اجدادی را پاس و گرامی می‌دارند.